سلیم ببین سلیم مادری انس است. دعا کردن که اللهم بارک فی عمره و ماله و ولده. سه دعایی که میگن انس ابن مالک میگن سه دعایی که محمد در حق من کرد هر سهش میگن اجابت. رسول وفاتش نزدیکش انس نزدیک فوت کرده که انس گفتن من برات یک امانت میتیم. نعمان ابن ثابت گفته که بچه میآید. من گفتم از کجا میتونی از کجا میدانمش؟ و گفتن تو همین وظیفت همین است که انس فقط هر سالی در موسم حج نزدیک. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. اولا حمد و ثنا بر خداوند را. بعد از آن درودی به عدد مر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. و خداوند شکری به عدد الحمدلله که چند شبها است. الحمدلله ما و شما روزانه هم شبانه هم انشاءالله طاعت داریم، عبادت داریم. الحمدلله روز بداشتن روزه، شب الحمدلله با قیام کردن شب. این نماز تراویح انشاءالله شما قیام دارین، همین شب قیام کردن اجرش الله سبحانه و تعالی انشاءالله در نامه اعمالتون می‌نویسد. چون که هر یک عملی که میکنین انشاءالله خدا خواهد البته از فایده خالی نیست. حتی رسول میگن که نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی نیت مؤمن از عملش بهتر است. شما نماز تراویح خانه و نیت کنید که خدا خواهد خداوندا همین شب پیش خودت میخیزم طاعت میکنم، گرچه نخیزم اجرش میگیری انشاءالله خدا خواهد. چون خدا داریم فخاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم الحمدلله اکثر عملها اکثر ثوابا را برای ما شما الحمدلله بیشتر دادگی است. سلیم ببین سلیم مادری انس است. الحمدلله همین انس میگه خردسال بود نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده پدرکش کردن. گفتن محمد من میخوام که همین انس خردسال من خدمت همسر شما خدمت شما را کنه. ببینید انس ابن مالک الحمدلله چیکارگی رسول الله صلی الله علیه و سلم خدمت کردگیان و گفتن در حقش دعا کن. یک رسول الله دعا کردن که اللهم بارک فی عمره و ماله و ولده. انس دعا کردن پروردگارا خداوندا گفتند این انس یعنی خردساله که عمرش دراز کن. و گفتن این انس خردساله که گفتن چی شد یعنی دراز کن با خدا خواهد مالش زیاده کن. و این انس انشاءالله فرزنداش هم زیاده. سه دعایی که میگن انس ابن مالک میگن سه دعایی که محمد در حق من کرد هر سهش میگن اجابت شد. و چهارمش فغفر له یعنی گفت مغفرتش کرد. ببینید همین انس مالک الحمدلله 10 سال خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل بچهش کردگی است. 10 سال میگه همین خیلی میگه یعنی دعای میگه پیغمبر میگه من در تاثیر کرد که از اولادش 120 تاشی داده. ببینید از اولادش 120 167 سال عمر برداده. 167 سال عمر برداده الحمدلله. حتی انس ابن مالک امانتی که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای امام اعظم توصیه کردن، یکی روایت خرما یک روایت آبی دهنشون است. وقتی که انس ابن رسول وفاتش نزدیکشون انس نزدیک فوت کرده که انس گفتن من برات یک امانت میتیم. نعمان ابن ثابت گفته که بچه میآید. من گفتم از کجا میتونی از کجا میدانمش؟ و گفتن تو همین وظیفت همین است که انس فقط هر سالی در موسم حج نزد کعبه میروی امر و معروف میکنی. از حدیث من خودش میآید. خود سوالک بود میگه امام اعظم رحمت الله علیه پدرش گفته حج بردن 54 مراتب حج کردگی حضرت امام اعظم رحمت الله علیه بردنش. میگه بعد برفته میگه دیدن که یک آدم بسیار جمع زدگی است. بعد گفتن پدر چی گپ اینجا کی است؟ گفتن یک صحابه کرام انس است.
گفتن هر سال این موسم حج میاد همینجا در حدیث رسول الله بیان میکنن. گفتن من بالاتر برد یک بینمش بالا باشن که آدم بسیار. گفتن من هم بالا آدمان پرتا در کتاب صلات مسعودیه این روایت بالا آدمان همین چارقوک میروند رفته خودی همون نزد انس ابن مالک میفرایند که انس ابن مالک یگانه سخنی که پیغمبر گفتگی بود که همون بچه پیشت میآید یک بار حدیث رسول الله به یاد زد نیکی و امانت برای دادن هر روز غم میخورد که آیا نمردم من این امانت رسول الله بجا بیارم. گفتن من انت تو کی هستی؟ گفتن انا نعمان ابن ثابت من نعمان بچه ثابت هستم. بغلش کردن میگن گرفتش میگه ای مردم شما شاهد گواه باشه که پیغمبر برای من امانت داد امروز صاحب شمیتیمش با همه آبی دهنشو یک ریاد یک خورما دادن بخی یعنی در نوک زبونشو غریز زدگی بود همین خیلی گفتن میگه دادم با 3 کیلو جوش میزند. همین انسه خدای تعالی 167 سال عمرش دادگی. من مقصد این در این چی گفتگیم از دعای میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله در وقتی انس دعا میکردن میگه دستکای مبارکش برداشت مثل امروز جوانای ما شما خواهیت میکنن ناخانی رسول الله دستش برداشته از خداوند دعا کرد میگه از خداوند پرسید چون پیغمبر دست میبرداره و من این نامرد ناجزی دین نمیفهمم دست نمیبردارم اور میدارم دست تو کی هستی تو اصلا تست یک قطره منی برای چی امروز دین پیش نرفته است برای چی علما نسبت قوم محبت نیست سبب که عمل نیست سبب قوما گفتی عالما را گوش ندارن امروز گفتی بهرامی گور یک سر قبرستان درمدن یک سر دیدن که از خاک بیرون است نیزه میگه گرفته زدنش نیزه از یک گوش درمد از یک گوش برمد دور زدن میگه زد در دیوال پچخش کرد. شاگرد گفتن که حضرت چیکار کردی؟ گفتن برای چی کار کردی؟ گفتن همین خیلی انسان ها هستن که از یک گوش میبره یک گوش میبره امروز هم خیلی زمان شده است یا که کاری ملا را رزبار میکنن باز اینجا به معیزه میکنن رفته بعد نمیرن خودش کشیده مونه خگم میزم دود میکنن برای همین دل ما خنک شی نسبت خواه حضرت پیغمبر اگر کسانی که گفتیان نسبت عالمهاش مهر و محبت ندارد در دین زیاد میکنن انچه همچه گفتن بیا میگون چیکار میکنی کی نمیگوی بینین باید قوم انشاءالله خدا خواهد قبول کند باید سر خدا خواهد حق کفته برای شما میگیم ناحق نیم این حق است که انشاءالله باید که شما تأثیر کند مثل انس شما محبت تو زیاد باشد شما کین در خدمت بکنی دین در خدمت کنی من در نه اسلام در خدمت کن نزد الله خدمت کن جایی که یک بدبخت نسبت اسلام گام میزند در دهن زن گو که نگوی کاره نماز نخونی هم نسبت محمد گم نزن نسبت قرآن گم نزن تو لایق هوا هم نیستی تو دین حمایه کن اسلام محمد حمایه کن دیگه دین حمایه‌گر دارد دیگه ما یک جوز ما خوش میکنیم یک جوز چمونه چیکار میکنیم علاقش میکنیم خلاص لیکن دین صاحب داره دین هیچ کس همه رو گردورم الله خودش کفیلیش گفتگی الله لیکن ما هم نسبت این چیکار کنیم غیرت کنیم حرکت کنیم هر زمان فرعون ها می آیند لکل فرعون موسی برای هر یک فرعون موسی می آید هزاران کاروان رفتند و دو هنوزم این کلبان دارند و او تا قیامت کلبان او کردن میگیرن که ما حق گفته رفتن میگیریم ما هم به پیش بردن میگیریم اسلام نگه رو به سوی و نه که میگه رو به خدا بیار عبادت تکرنگی جقیدن میگیرن حیات هم خلاص دنیا هم خلاص لیکن الحمدلله عزیزانی من هیچ وقت از دین خنک نشود هیچ وقت همیشه انشاءالله خدا خواهد نسبت دین محبتت اعتقادت بسیار شد وقت هم شده است عزیزانی من انشاءالله خدا خواهد
من امشب دهه مغفرت سر شد عزیزانی من. الله سبحانه و تعالی در این دهه رحمت الله بر رحمت سزاوار کرده شد. امید کنیم، امید بکنیم که 10 روز دیگرش همه گناه ما و شما را نیست و نابود میکند. ان شاء الله ناامید نشو. خدا خواهد 10 روز بعد بیگناه میشی، 10 روز بعد دیگرش آتش دوزخ به شما حرام میشد ان شاء الله. خدا خواهد. حضرت گفتیم که همین آخرین دعایی که فغفر له گفت، بلکه خدا گناهش مغفرت کرد انس. ان شاء الله کرد گناه وای، چون که انس خدمتی بسیار در دین کرده. الحمدلله. همون میگه، حتی میگه که انس میگه من یک باغ داشتم در یک سال 2 بار میوه میداد. میگه از دعایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم همه باغا یک باری میوه تیا، باقی خرمای من میگن 2 بار میوه داد. از تو فعلی چی دعای پای شما، دعای عالما را گیره، شما هم دعای خدا خواهد پیرمردان را گیرین، دعای موسفیدان، دعای اولیاء را گیرین. آدم به دعا بهره میگیرد. میگه درخت از هوا، اگر هوا نشود این نمیشود، اگر دعا نباشد این دنیا نیست و نابود نشود. این هم دعای است که الله سبحانه و تعالی ما شما را نگه میدارد. من آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.